Now I'm going to present to you the same lesson in a different manner. یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. توی یک شهر دور یک پنگوئن بود و یک اردک. پنگوئن فقط دوست داشت کلا بخوره. غذاش هم فقط شکلات بود و آب نبات و چیپس. پنگوئن همیشه خسته بود. سرش درد میکرد، دلش درد میکرد. توی مدرسه هم هیچ شاگرد خوبی نبود. وقتی که میشست مدادش رو دست میگرفت، ولی بعد از 2 دقیقه دهن دره میکرد. میگفت سرم درد میکنه. سرش رو میگذاشت روی کتاب و میگفت بهتره چرت بزنم. در عوض اردک همیشه آب پرتقال میخورد. سیب رو خیلی دوست داشت بخوره. گلابی میخورد، نون خوب میخورد، گندم میخورد. همیشه حالش خوب بود. ورزش میکرد، میدوید، هیچ وقتم مریض نمیشد. توی مدرسه هم شاگرد خیلی خوبی بود. مدادش رو دست میگرفت، تند و تند درسش رو میخوند و مینوشت. همیشه توی مدرسه نمره های خیلی خوب داشت. شاگردام همیشه براش دست میزدن.